همانطور که در بخش اول گفته شد، چاکرا به معنی چرخ یا دایره انرژی است و به مراکز انرژی در بدن اشاره میکنه. این مفهوم از باورهای باستانی هند سرچشمه میگیره و چاکراها انرژی حیات بدن رو تنظیم میکنن و تعادل جسمی، احساسی و روحی رو حفظ میکنند. چاکراها در سیستم انرژی بدن به عنوان مرکز انرژی هر کدام نقش خاصی رو در زندگی ما دارند و زمانی که چاکراها متعادل باشند ما احساس شادی، سلامت و آرامش میکنیم. اما اگر یکی از اونها نامتعادل و یا تنظیم نباشه احساس خستگی، اضطراب یا بیماری در فیزیک بدنی ما ظاهر میشه. چاکراها مانند باتری‌های انرژی در بدن انسان عمل میکنند و مسئول جریان انرژی در بدن هستند. هر کدام این انرژی رو دریافت و ذخیره و منتشر میکنند. مراکز انرژی را از محیط اطراف همانند خورشید، طبیعت، انسان‌های دیگر یا به عبارت بهتر افکار انسان‌ها جذب می‌کنند. این انرژی میتونه مثبت یا منفی باشه. هر چاکرا انرژی خاصی رو ذخیره میکنه که به عملکرد ذهنی، احساسی و جسمی ما مرتبطه. مثلا چاکرای قلب انرژی عشق و محبت رو ذخیره میکنه. همچنین چاکراها انرژی رو از یک مرکز به مرکز دیگه منتقل میکنن. به عنوان نمونه اگر چاکرای ریشه فعال باشه انرژی رو از زمین جذب کرده و به چاکرای خاجی منتقل میکنه. انرژی خارج شده از هر چاکرا به اندام مربوطه و حاله اطراف بدن میفرسته. وقتی همه چاکراها باز و متعادل باشن احساس آرامش و شادابی داریم و سیستم ایمنی بدن قوی تر شده، روابط ما بهبود پیدا میکنه و تمرکز و شهود بالاتر میره. اگر چاکراها نامتعادل یا مسدود باشند افسردگی، استرس، بیماری‌های جسمی، خستگی دائمی و مشکلات احساسی رو به دنبال داره. همچنین این مراکز انرژی به طور طبیعی با طبیعت، مدیتیشن، موسیقی، آب، نور خورشید، رنگ و سایر موارد که در موردشون بحث خواهیم کرد متعادل میشن. وقتی چاکراها هماهنگ کار بکنند انرژی بدن آزادانه جریان داره. بدن سالمتره، احساسات کنترل شده تره و در نتیجه تصمیمات درست رو میتونیم بگیریم و ارتباط با جهان معنوی قوی تر میشه. در بدن ما 3 مرکز حیاتی ذخیره انرژی وجود داره. اولی در حد فاصل ناف و استخوان شرمگاهی و وظیفه ذخیره انرژی خام فیزیکی را به عهده داره. انرژی حیات دوم در زیر قلب واقع در قاعده استخوان جناق سینه و منطبق بر شبکه خورشیدی هست و وظیفه اون ذخیره انرژی عاطفیه. سومین مرکز در زیر پیشانی مابین 2 ابرو بوده و وظیفه آن ذخیره انرژی ذهنی و روانی هست. انرژی منفی علاوه بر ذخیره شدن در بخش‌های کالبد جسمانی همانند باسن در چاکراها نیز ذخیره میشه. این انرژی منفی علاوه بر ایجاد مشکلات در اندام‌های مرتبط با هر چاکرا مانع ورود انرژی حیاتی مورد نیاز میشن. اگر جریان ذخیره انرژی منفی ادامه دار باشه عملکرد چاکراها دچار مشکل میشه و در نهایت به مجموعه چاکراها عملکرد چاکراها تاثیرات بدی میذارن. با توجه به اینکه سایر چاکراها تلاش میکنن تا عملکرد
چاکرای متعادل رو جبران کنند، در این صورت نارسایی بیشتری در جریان انرژی اسیری میگذارند. تأثیر انسداد چاکرا ممکنه به شکل یک مشکل روانی یا ناراحتی جسمی ظاهر بشه و حتی علائمی نیز برای مغز ارسال میشه تا بدن به مشکل ایجاد شده توجه کنه. این علامت در بعد جسمانی معمولاً به شکل درد یا شروع ناخوشی ظاهر میشه. چاکراها به واسطه مجراهای اسیری ظریفی که در فاصله نزدیک به موازات دستگاه عصبی و عروقی کالبد جسمانی قرار دارند به یکدیگر مرتبطند. این مجرای اسیری مواد غذایی رو به شکل محلول انتقال میده که مستقیما به وسیله سلولهای بدن جذب میشه. این امر سبب میشه که نیروهای حیات که در ابتدا از طریق تنفس و گردش خون وارد میشه در قالب محلول به هر یک از سلولهای بدن و سپس هسته سلول منتقل بشه. نیروی حیات هسته سلول رو برانگیخته میکنه تا فعالیت‌های سلول انجام بشه. اگر این نیرو به هسته سلول ها نرسه، سلول ها از فعالیت خودشون باز میمونن.